مجتبی شیردلنیت حضرت خداوند مسیح موعود منجی جهان هستم. در آسمان شب در مهتاب با دلفین، صلیب، کبوتر سفید، آهو و دلفین و درخت دیده می شوم. صبح روی ابرها راه می روم. مسیح خدا ظهور کرده. برای اینترنشنال مدارک خودم رو فرستادم. در کانال یوتیوب خودم 2 کانال دارم، مجتبی شیردلنیت شیر بالدار و روایات مسیح. جنگ جهانی سوم در سال 2026 میلادی 1405 هجری شمسی انجام می شود. در کانال یوتیوب فرمول های ریاضی آن را نوشتم. سال 2022 که آرژانتین قهرمان شد، 6 ماه قبل آن فرمول ریاضی آن را در کانال یوتیوب خودم در مجتبی شیردلنیت شیر بالدار نوشتم و سال 2026 آلمان قهرمان جام جهانی فوتبال 2026 آلمان می شود. آنهایی که من را انکار میکنند به آسمان نگاه کنند و ببینند چهره من در آسمان دیده می شود. من در آسمان راه می روم شبها در مهتاب و دلفین من شب در مهتاب می پرد. حلا جان الحق ایزد تمام.